سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو و از شما بسیار تشکری میکنم که این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. امیدوار هستم هر جایی که هستین جور و خوب و صحت و سلامت باشین. دوستای عزیز، موضوع ویدیو امروز ما آموزش یک آهنگ فوق العاده زیباست که در راگ مالکونس تهیه شده. ما نمیفهم که کسی که کمپوزیشنش جور کرده کی است، شعرش هم نمیفهم که از کی است. لطفا شما اگر دوستای عزیز میفهمین به زیر ویدیویی رو پست کنین. ما میخوایم که امروزی را با متوان خودم به خدمت شما آموزش بدم. دوستای عزیز، آهنگ بسیار زیبا مرغ دلم ببین در بر یاد روی چون گل تو که توسط هنرمندای بسیار محبوب کشور ما سلما جان و حیدر سلیم جان ای خوانده شده. یکی از زیباترین آهنگ است که ما تا حال یعنی در راگ مالکونس شنیدیم. بسیار فوق العاده است. ما بسیار خود اصلا کوچک میشمارم که ما این آهنگ آموزش بدم و چون که این ضرورت است و ما باید که موسیقی افغانستان خود رشد بدیم. این سرمایه های بسیار گرانبهای افغانستان است، یعنی این از نگاه کلچر یک سرمایه بزرگ است که این موسیقی ها را ما باید که آموزش بدیم برای دیگرها، ما یاد بگیریم، خود ما برای دیگرها یاد بدیم که این زنده بمانه. به خاطر از اینکه در افغانستان موسیقی قطعا شده و آهسته آهسته دیگه موسیقی شاید که از بین بره اگر ما امی کار نکنیم. یک جفای بسیار بزرگ است برای موسیقی افغانستان که ما جوابدهی از این هستیم برای نسل‌های آینده، برای افغانستان، برای کلتور موسیقی افغانستان ما باید کار کنیم و هر کس به توان قدرت خودش کار کنه. و ما با وجودی که شما میفهمین که ما یک شاگرد هستم، خودم ما به او خاطر احساس مسئولیت کردم. شما کوشش بکنین دوستای عزیز که با مو توان شاگردی ما ایره شما لطفاً قبول کنین و کاستی‌های عزیز به بزرگواری خودتان ببخشین. میریم دوستای عزیز یک جا شروع میکنیم. خب اگر ما اینجا باز از امی سی بخوانیم، ما یک دفعه راگ مالکونس از اینجا یک بار ایره ما نشان میتونم نوتاشم. و نگفته نمانه که اگر کدام وقتی سلما جان و هنرمند بسیار خوش صدای ما حیدر سلیم جان میشنون یا آهنگه، لطفاً به بزرگواری خودشان مرا ببخشن که ما با همه کاستیای که دارم یا آهنگ کوشش کردیم که آموزش بدم. ما از اونا بسیار زیاد معذرت میخوایم. دوستای عزیز، این آهنگ تمام آهنگ در 2 کورد خوانده شده. یکی F ماینر کورد است و یکی هم G شارپ میجر کورد. ای G است، ای G شارپ میجر کورد. تمام آهنگ دیدیم 2 کورد خوانده شده. ما میایم دوستای عزیز میبینیم یعنی F ماینر کورد به 2 شکل استفاده شده. یکی رود کوردش استفاده شده و در قسمت آهنگ امی F ماینر کورد ای ورژن شده، این طور شده. یعنی این اینجا از این سی اکتیف بالا آمده در اینجا، یعنی اتر شده. به واسه این رقم از این فرمش استفاده شده، از این رقم کورد. یعنی ای هم جی ماینر کورد است اما ای ورژنش است. شما ببینین اگر ما تنها امرای کورد بخوانیم امی آهنگ چی رقم میخوانیم. آهنگ از اینجا شروع میشه از F ماینر کورد
مرغ دلم ببین. امیام اف ماینر کورد است، اما ورژن دیگهش هسته. این ورژنش رو ما اینجا ایرام گرفتیم به خاطر از اینکه پر تربیه مقبول به دو باری سی را گرفتیم. فی فقط اینمی خودش اف ماینر کورد است. از سر اگر بریم مرغ دلم ببین، بری یاد روی چون گل تو ناله میکند چا چا چا، شکوه میکند چا چا چا، نوحه میکند چا چا چا. اثر مرغ دلم ببین، بری یاد روی چون گل تو ناله میکند چا چا چا، گریه میکند چا چا چا، نوحه میکند چا چا چا. میریم حالا شروع میکنیم در قسمت آیستاییش. خب اف ماینر کورد از این جاستایی شروع میشم. مرغ دلم ببین، از ما شروع میشه آهنگ. مرغ دلم ببین، بری یاد روی چون گل تو ناله میکند چا چا چا، گریه میکند چا چا چا، نوحه میکند چا چا چا. همراه یک انگشت. مرغ دلم ببین، بری یاد روی چون گل تو ناله میکند چا چا چا، گریه میکند چا چا چا، نوحه میکند چا چا چا. خب دیگه قسمتشم چه قسمت دومشم تکرار میشه که ما میریم در میلودیش که میلودیش چی رقم است. میلودی از اینمی سه های اکتیف میشه شروع میشه. انتری شما همچنان از امی کورد شروع میشه، از امی اف ماینر کورد. گوش بدار ای نگار دل شکار، گوش بدار ای نگار دل شکار، گوش بدار ای نگار دل شکار. باز در این قسمت میام تا شده سعید تویا. اینی قسمت جی ماینر کورد استفاده میشه. تا شده سعید تویا
باز دفعتا اینجا میایم. مرغ دلم ببین، بر یاد روی چون گل تو ناله میکند چه چه چه، گریه میکند چه چه چه، ناله میکند چه چه چه. قسمت دوم انتره از سه های اکتیف خوانده میشه. تا شده سید تو یار همچو اندلی بزار، تا شده سید تو یار همچو اندلی بزار. از اینجا دفعتا ده اف میایه، از سا میایه، از سی میایه ده اف. تا شده سید تو یار مثل اندلی بزار، مرغ دلم ببین، بر یاد روی چون گل تو ناله میکند چه چه چه، گریه میکند چه چه چه، نوحه میکند چه چه چه. دوستای عزیز، میریم ای آهنگ در گیده شلوی شفر دو دمی اپلیکیشنی که از دوست ما استفاده میکنیم و همیشه برتانی را پیشنهاد کردیم. ما دمی میریم تمرین میکنیم و تمپوش هم سی میمانیم. مرغ دلم ببین، بر یاد روی چون گل تو ناله میکند چه چه چه، گریه میکند چه چه چه، نوحه میکند چه چه چه. در بند تارکا قل تو گریه میکند چه چه چه، ناله میکند چه چه چه، شکوه میکند چه چه چه. گوش بدار ای نگاه، گوش بدار ای نگاه، ای نگار دل شکار، ای نگار دل شکار. تا شده سید تو یار، تا شده سید تو یار مثل اندلی بزار، مرغ دلم ببین، بر یاد روی
دوستای عزیز، این بود موضوع ویدیو امروز ما. امیدوار هستم که ما اوقات خود به شکل مفیدش تانسته باشیم که استفاده کنیم. لطفاً اگر ویدیو خوشتان آمده لایک و سابسکرایب و شیر فراموش نکنید دوستای عزیز. ما بسیار خوشحال بودم که شما تا آخر ویدیو همراه ما بودین و ما را سپورت کردین. تا هفته دیگه یا تا ویدیوی دیگه شما نازنینان همه را به خدا میسپارم. بدرود.